اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سروران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله ثم الحمدلله که باز هم خالق متعال سبحانه و تعالی بر ما فرصت دیگه داد که برنامه از برنامه های عقیده در پرتو قرآن و سنت خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر تقدیم بکنیم. دوستان عزیز، شما میفهمین که عنوان برنامه امروزی ما توحید صفات است. الله سبحانه و تعالی دارای صفات زیادی می باشه. ما این صفات چه قسم بشناسیم و چه قسم به او عقیده بکنیم و دارای کدام شرایط است. طبعا صفات الله سبحانه و تعالی صفات کمال است که به ذات الله سبحانه و تعالی قائم می باشه و البته صفات است که به جلال، عظمت و بزرگی خالق متعال شایسته هست. ما چطور میتونیم صفات را به الله نسبت بدیم که به جلال، عظمت و کبریای خالق متعال شایسته باشه؟ طبعا این صفات در قرآن عظیم شان و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده است. پس ما الله سبحانه و تعالی را به مو قسم صفت میکنیم مثل که خودش خدا صفت کرده و رسولش بر ما خبر داده هست. خب پس صفاتی که الله سبحانه و تعالی را بیان کردن در این ارزش و اهمیت زیاد وجود داره. وقتی ما این صفات بشناسیم، خالق خدا به شکل حقیقی و درست مطابق عقیده قرآن و سنت میشناسیم. وقتی خالق خدا خوب شناختیم و صفاتش خوب شناختیم، باز قلب ما تعلق به خالق متعال میگیره. هر قدر که اسما و صفات الله بیان شود، هر قدر صفات الله زیاد ذکر شود و هر قدر صفات الله را بیشتر بشناسیم، به مو اندازه محبت ما و ارتباط ما به خالق متعال بیشتر می باشد. ببینین، یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این قسمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از او چی میگه و ببینین امو شاگردای مکتب نبوته که اونا چه قسم الله را میشناختن و صفاتش را میشناختن و چگونه بر از اونا محبت حاصل شد. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سریه. عایشه رضی الله تعالی عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شخصی را به یک سریه فرستادن. فکان یقرأ لاصحابه، میگه این صحابی مبارک به اصحابشان، یعنی دوستایی که همراهش داشتن، وقتی اینا قرائت میکردن در قرائت های نماز خود، همیشه فی صلاتهم یقرأ لاصحابه فی صلاتهم، در قرائتی که میکردن در نمازهای خود طبعا سوره فاتحه را میخواندن و بعد از او فیختم قل هو الله احد. همیشه اینا قل هو الله احد میخواندن، همیشه میخواندن. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلی الله علیه و سلم. ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه فلما رجعوا، وقتی که اینا مراجعه کردن، ذكروا ذلك لرسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ذکر کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که سلوه، از پیش از او پرسان بکنین، لأی شیء یصنع ذلك، برین از پیش پرسان کنین چرا این کار میکردی؟ در هر نمازت سوره اخلاص میخوندی که قل هو الله احد، الله الصمد، وحدانیت الله، صمدیت الله، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، منزه و پاک بودن الله را از فرزند و از شریک و از پدر و از مادر و چیزا.
چرا این سوره را میخوندی که در اینجا تمامش صفات الله سبحانه و تعالی ذکر است؟ فسألوه میگه از پیشش سوال کردن. فقال میگه این صحابی مبارک گفت لانها صفت الرحمن، من این سوره را به خاطر از این میخوانم که در این سوره صفتهای رحمان است، صفات الله سبحانه و تعالی هست. فانا احب ان اقرأ بها، گفت من دوست دارم که امی صفات بخوانم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اخبروه ان الله تعالی یحبه، برای از خبر بده که الله سبحانه و تعالی ایره دوست داره. این حدیث متفق علیه است. ببینید عزیزان چقدر زیبا هست که صفات الله را بشناسیم و این صحابی مبارک که الله را با صفاتش میشناخت، محبت الله در قلب از جای گرفته بود. وقتی محبت الله در قلب از جای گرفت، آیات را میخونه که در رو صفات الله هست. میخواه که الله را به وحدانیتش یاد بکنه، میخواه الله سبحانه و تعالی را به صمدیتش یاد بکنه، میخواه الله را با اونمو بزرگواریش یاد بکنه. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض. پس وقت صفات الله را میفهمه که الله مالک آسمان ها و زمین است، الله هست که تقدیر نوشته میکنه، الله هست که شب و روز تغییر میده، الله هست که تمامی این صفات داره. پس این انسان مؤمن موحد یکتا پرست وقتی خالق متعال با این صفاتش مشناسه، همیشه الله را یاد میکنه، محبت الله در قلب ازی حاصل میشه. وقتی یک انسان الله را صادقانه دوست داشت، محبت الله در قلبش جای گرفت، باز الله سبحانه و تعالی ای را دوست می داشته باشه. چقدر زیبا هست که برای انسان پیام برسه و یک پیام است از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هر مؤمنی که الله را دوست داره، صفات الله را میشناسه و الله سبحانه و تعالی را با امو صفاتش یاد میکنه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چی میگه؟ اخبروه، برای خبر بدین، ان الله تعالی یحبه، که ایره الله متعال دوست داره. سبحان الله. پس وظیفه ما و شما مسلمان ها چی هست؟ همین هست که تمام اسما و صفات الله را به شکل دقیقش بشناسیم، با معنایش او را بفهمیم، مطابق صفات الله زندگی بکنیم. وقتی الله را شناختیم، محبت الله در قلب ما حاصل میشه، میفهمیم که هیچ کسی برای ما مهربان تر از الله نیست، هیچ کسی نیست که نعمتهای زیاد نسبت به الله بر ما داده باشه. اگر چشم داریم، نعمتی از نعمتهای الله هست. اگر گوش داریم، نعمتی از نعمتهای الله هست. اگر سخن میگیم، فصاحت و بلاغت داریم، نعمتی از نعمتهای الله هست. اگر چهره ما فی احسن تقویم است، نعمتی از نعمتهای الله هست. قلب ما اگر 24 ساعت در خدمت ما کار میکنه، نعمتی از نعمتهای الله هست. هر عضو بدن ما نعمتی از نعمتهای الله هست. پس ما باید الله را همو قسم بشناسیم کما ینبغی لجلاله و عظمته. همو قسم الله را بشناسیم مثل که به جلال و عظمت خالق متعال شایسته هست. خب دوستان، شروط صفات الله چی است؟ به خاطر از اینکه صفات الله را خوب و درست بشناسیم تا عقیده ما عقیده درست توحیدی باشه، علما اینجا شرایط را بیان کردن. شرط اول چی هست؟ اقرار و اعتقاد به تمامی صفاتی که در قرآن و سنت ذکر شده هست. ما بنده هستیم، عاجز هستیم، حس ما و عقل ما با آنچه که صفات الله هست که مربوط غیب میشه، ما او رو درک کرده نمیدانیم. پس بهترین مرجع برای فهم صفات الله چی است؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و وقتی کتاب الله ای را بیان کرد و در احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شد، پس ما به او
صفات چی بوده؟ اقرار میکنیم بلی این صفات الله داره و به این صفات عقیده می داشته باشیم. این شرط اول است. شرط دومش چی است؟ دانستن صفات به شکل توقیفی هست. پس ما قبلا توقیفی را در بحث‌های گذشته خواندیم که توقف کردن است. در صفات الله توقف میکنیم، نه زیادت میکنیم، نه نقصان میکنیم و نه چیزی از خود اجتهاد میکنیم، بلکه به شکل توقیفی آنچه در قرآن و سنت ثابت است امر به الله ثابت میکنیم و آنچه از الله نفی شده او را از الله نفی میکنیم. این ادب است در مقابل صفات خالق متعال سبحانه و تعالی. شرط سوم چیست؟ اثبات تمامی صفات که در قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله ثابت است. پس تمام صفاتی که در قرآن و سنت ثابت است او را ثابت میکنیم. مثل مردمایی که فلسفه میگن و مثل مردمایی که عقل خود بالای نص حاکم قرار میدن و میگن نیست این مطابق عقل ما چطور است، این مطابق عقل ما چطور است، این عقل ما نمیپذیره. ما این قسم نمیکنیم. تمام صفات هایی که در قرآن ثابت است او را به الله ثابت میکنیم و میگیم که این صفات الله سبحانه و تعالی داره. چهارم، نفی تمامی صفاتی که در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نفی شده است. بسیاری از صفات هستند که به ذات و جلال و عظمت خالق متعال شایسته نیستند. پس ما باید این صفات از خالق متعال سبحانه و تعالی نفی بکنیم. شرط پنجم، سخن گفتن در صفات را مانند سخن گفتن در ذات بدانیم. یک قاعده بسیار اساسی هست. وقتی ما در صفات الله سخن بگیم اما قسم باید عقیده داشته باشیم مثل که در ذات الله عقیده داریم ما سخن بگیم. مثلا ما میگیم الله ذات یگانه هست، پس شاید یک کسی بگویه که اینجا مخلوق هم کلمه ذات برش استعمال میشه، پس همه میگه که برادر محترم درست است که کلمه ذات برای خالق هم استعمال میشه و برای مخلوق هم استعمال میشه، لکن ذات خالق متعال به همان گونه هست که به جلال و عظمت از او شایسته هست و ذات مخلوق به همان گونه هست که به عاجز بودن و محتاج بودن مخلوق شایسته هست. هیچ وقت ذات الله را با ذات مخلوق و ذات مخلوق با ذات خالق تشبیه و تمثیل نمی کنیم. این را کلگی میپذیرن. پس علما میگن وقتی شما در ذات الله سبحانه و تعالی مشکل ندارین و میگین بله الله ذاتش ذات یگانه هست، پس در صفات عین گپ است. وقتی الله سمیع است میشنوه، پس صفت سمع الله را با صفت سمع مخلوق تمثیل و تشبیه نمی کنیم. وقتی الله میگه ید الله، دست الله، ید الله را با ید مخلوق تمثیل و تشبیه نمی کنیم، بلکه میگیم صفات الله به همان گونه هست که به ذات ذوالجلال الله شایسته است و صفات مخلوق به همان گونه هست که به مخلوق بودن مخلوق شایسته هست. عزیزان، شرط ششم چی است؟ سخن گفتن در تمامی صفات همه یکسان و مساوی می باشند. بعضی از کسایی هستند که بعضی از صفات قناعت میکنن، قبول دارن و بعضی از صفات دیگر قناعت نمیکنن. این قاعده هست که نه، وقتی که ذات الله را شناختی به همون شکل که ذات شناختی صفات بشناس. در اونجا فقط در عقیده می باشه که صفات الله، ذات الله شایسته هست، به همان گونه هست که به الله شایسته هست و ذات مخلوق به همان گونه هست که به مخلوق بودن از او شایسته است. پس هیچ نوع تشبیه و تمثیل بین ذات خالق و ذات مخلوق نیست. وقتی در صفاتش آمدین عین قاعده است و وقت بعضی کسا هستن که بعضی صفات قبول میکنن، بعضی صفات دیگر را قبول نمیکنن. مثلا میگه ما قبول داریم که سمیع و بصیر است، اما ما صفت وجه الله را و صفت ید الله را قبول نداریم، این باید تعویل بکنیم. پس علما میگن نه خیر، اینمی قسم که سمع و بصر الله شایسته هست، اما قسم است که به ذات و جلال الله شایسته هست، امی قسم ید الله و وجه الله هست، به همون گونه هست که به ذات ذوالجلال شایسته هست. ما او را با ید و وجه، با دست و روی مخلوق تشبیه نمی کنیم. قاعده شرط هفتم چی است؟ الفاظ صفات
به اعتبار معنا برای ما معلوم دار است، ولی به اعتبار کیفیت مجهول است. این قاعده دیگه هست. تمام صفات ما معنایش میفهمیم، صحابه میفهمیدن، پیغمبر صلی الله علیه و آله معنای از صفات میفهمیدن. وقتی که برشون گفته میشد صفت سمع الله، میفهمیدن که سمع به معنای شنیدن است، بصر به معنای دیدن است، ید به معنای دست است، وجه به معنای روی است. پس ما در صفات الله سبحانه و تعالی در قسمت معنای لفظ از او کدام مشکل نداره، معنایش هم میفهمیم، اما کیفیتش بر ما مجهول است. چرا؟ اگر کسی از ما پرسان میکنه که چه قسم آیا صفات الله کیفیت داره؟ بله کیفیت داره. شما برای ما کیفیتش رو تشریح کنید، ما میگیم کیفیتش مربوط به غیب میشه. پس چه قسم است؟ اما قسم است که به جلال و عظمت خالق شایسته هست. شما در کیفیتش چی میگیم؟ ما در کیفیتش چیز نمیگیم، به خاطر که ما کیفیتش رو نمیفهمیم. کیفیتش مجهول است. اما قسم که امام مالک رضی الله عنه در قسمت استوا گفت الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. پس در صفات همه صفات همین قسم است. صفات معلوم است، کیفیتش مجهول است، ایمان به او واجب است و درباره کیفیت از این سوال کردن و تجسس کردن چون مربوط به غیب میشه، این تجسس و سوال کردن در این بدعت است. علامه ابن عبدالبر میگوید تمامی اهل سنت به اقرار به صفاتی که در قرآن کریم و سنت آمده است ایمان دارند و به آن اجماع نموده اند و آن را به حقیقت آن حمل میکنند. یعنی این صفات به حقیقتش حمل میکنند، این تعویل و یا تحریف و یا تعطیل نمیکنند، بلکه معنای حقیقی از را میگیرند، نه به مجاز. ولی اهل سنت چیزی از این صفات را تکییف نمیکنند. پس اهل سنت این صفات تکییف نمیکنند، ما کیفیتش نمیفهمیم، مربوط به غیب است. شرط هشتم خودداری از تحریف، تعطیل، تکییف و تمثیل صفات. پس ما شما در برنامه قبلی هم فهمیدیم معنای زیره که ما این صفات تحریف نمی کنیم که او صفات چی کنیم؟ تغییر بدیم، یا تحریف لفظی بکنیم یا تحریف معنوی بکنیم. یا تحریف لفظی بکنیم که مثلا در یک صفت یک حرفی را زیاد بکنیم، و یا تحریف معنوی بکنیم که معنای اصلی از او که مثلا ید به معنای دست است او را بخیزیم به معنای قدرت بگیریم. این تحریف لفظی یا معنوی. و تعطیل هم نمی کنیم. چرا؟ اگر یک صفت را مثلا صفت ید اگر به معنای قدرت بگیریم، پس خود صفت ید تعطیل شد و اهل سنت این کار نمی کنند. عقیده قرآن و سنت این اجازه نمیده، بلکه میگه که باید صفات الله تعطیل نشه، بلکه تمام صفات الله به مو شکل که ذکر شده است ذکر شود و با معنایش فهمیده شود. تنها در کیفیتش ما کیفیتش نمیدانیم، اما به این عقیده هستیم که کیفیت داره. اگر بگوییم کیفیت نداره باز تشبیه به جامد میشه و ما صفات الله را تشبیه نمی کنیم به هیچ مخلوق، نه به مخلوق جامد و نه به مخلوق متحرک. پس میگیم اینا کیفیت داره، ولی چون ما عاجز هستیم غیب نمیفهمیم، ما کیفیتش نمیدانیم، مربوط به غیب هستن، در کیفیتش تسلیم هستیم. پس تحریف نمی کنیم، تعطیل نمی کنیم، تکییف نمی کنیم و تمثیل و تشبیه نمی کنیم، با صفات مخلوقات را تمثیل نمی کنیم و تشبیه هم نمی کنیم. شرط اثبات صفات کمال به شکل تفصیلی. صفات کمال به مو شکل که تفصیلی الله سبحانه و تعالی بیان کرده، اما تو مفصل نام گرفتن تفصیلی ای را بیان میکنیم. منظور این است که تمامی صفاتی که در قرآن و سنت ثابت است آن را به شکل تفصیلی ثابت بکنیم. و شرط دهم صفات چی هست؟ که نفی صفات نقصان به شکل اجمالی، بعضیش که تفصیل داده شده است او را به شکل تفصیلیش میگیریم. مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، پس سنه و نوم از الله به شکل تفصیلی نفی شده، ما هم نفی میکنیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این صفات از الله نفی شده تفصیلی به شکل تفصیلی. اما بقیه صفاتی که صفات نقصان و صفات ضعف است به شکل اجمالی او را از الله سبحانه و تعالی نفی میکنیم.
خب حالا میریم سر اقسام صفات الله. صفات الله سبحانه و تعالی را علما به دو اعتبار تقسیم میکنن. اول به اعتبار معنا، دوم به اعتبار لفظ. به اعتبار معنا الله سبحانه و تعالی صفاتی دارن که اول قسم صفات ثبوتی هست، یعنی صفات ثبوتی میگن که به الله سبحانه و تعالی ثابت شده است، مثل صفت حیات است، صفت علم است، صفت قدرت است، صفت سمع، بصر، عزت، حکمت، وجه، یدین، خلق کردن، روزی دادن، شفا دادن. تمام این صفات برای الله سبحانه و تعالی ثابت است. این صفات ثبوتی میگن. قسم دوم صفات سلبی هست که از الله سبحانه و تعالی نفی شده هست. مثلا صفات نوع اول صفات عیب است. از الله سبحانه و تعالی این صفات عیب نفی شده هست. صفات عیب کدام صفات را میگن که دو عیب باشه، او را الله از خود نفی کرده. لا تأخذه سنة ولا نوم. و دوم قسم صفت نقصان است که الله سبحانه و تعالی او را نفی کرده. صفات نقصان نفی شده است. لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام وما مسنا من لغوب. لغوب یعنی تعب. این الله سبحانه و تعالی چی کردن؟ نفی کردن. و قسم سوم نفی مشابهت با مخلوقات است، مثل لیس کمثله شیء. و با اعتبار لفظ صفات الله سبحانه و تعالی به دو بخش تقسیم میشه که اول به شکل اسما و صفات الله و بعضی از صفات الله به شکل اخبار است که ان شاء الله تعالی در برنامه بعدی در مورد توحید اسما و صفات خدمت شما دوستان عزیز مفصلا بحث خواهیم کرد. تا برنامه بعدی شما را به خالق یکتا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك